تست تصویر داریم و اونم چه دوربینی، دوربین اشتاینر الصغر که یکی از معروف ترین دوربین‌های دنیا هست. اصلا شکل ظاهریش نشون میده که دوربین بسیار بسیار ویژه‌ای هستش. و دوستانی که تخصص دارن که دیگه نیازی نیست من توضیح بدم در موردش، ولی برای دوستانی که حالا زیاد وارد نیستن، این دوربین آلمانیه که حالا توی جنگ جهانی دوم ارتش آلمان ازش استفاده میکرد و دوربین اصلا یه چیز عجیب غریب و نوستالژیکی هست. حالا من میخوام نوک قله آربابا رو ببینیم، نوک انگشت من رو ببینیم اینجا و میخوایم ببینیم این دوربین آیا اونقدر کیفیت داره یا نه. اینو من بتونم بذارم روی لنز. بله ببینید فاصله نزدیک و چقدر واضح نشون میده. دوربین من 48 مگاپیکسلی هست، در اون حد نیست. اگه با چشم خودتون ببینید تصویر اصلا یه چیز عجیب غریب قشنگه. و اینم نوک قله دوستان، نگاه کنید شما قشنگ درخت‌ها رو میبینید.